در هیچ جای من نگفتم آقا نظام دموکراسی یک نظام اسلامی است. اصلا من دموکراسی اسلامی رو بهش اعتقاد ندارم، امکان نداره، چون نظام دموکراسی یک نظام ساخته دست بشر است و نظام اسلامی یک نظامی است که بر پایه قرآن و سنت است. هیچ وقت ما نمیتونیم که این دوتا رو با هم یکی بکنیم. مثل این میمونه که یک نفر بگه مثلا یک لیوان کثافت رو با یک لیوان آب زمزم یکی بکنیم آره یک چیز خیلی خوب درست بشه. امکان نداره. شما میزنی همون آب زمزم رو هم کثیف میکنی. و اینکه نظام دموکراسی مانند یک دین است، مثل یک دینه که ارکان داره، اساسات داره، اصول داره، ثوابت داره. دموکراسی هم همین است، برای خودش ارکان داره، اصول داره، ثوابت داره. هیچ وقت در نظام دموکراسی احکام اسلام، احکام قرآن، احکام سنت در نظام دموکراسی قابل اجرا نیست. اصلا دموکراسی قبول نمیکنه این رو. و نمونه‌های زیادی رو هم دیدیم در جزایر، در مصر، در اردن، در فلسطین، در خیلی از کشورها دیدیم که وقتی که مسلمان ها از طریق دموکراسی که تنازل دادن، از همه چیز گذاشتن، اصول و ثوابت خودشون هم زیر پا گذاشتن و از طریق نظام دموکراسی به قدرت رسیدن، غرب اومد، دشمنان اسلام اومدن اینا رو چیکار کردن؟ سرنگون کردن. چرا؟ چون توی مسلمان ملتزم معتقد اگر از طریق نظام دموکراسی هم به قدرت برسی، نمیگذارن که تو حکومت بکنی، نمیگذارن تو اصلا حکومت تشکیل بدی، نمیگذارن تو موفق بشی. چون این دین دموکراسی با دین اسلام در تضاد است، در تناقض است. و این انسان جاهل و خبیث میاد میگه که چون که محمد انصاری به نظام دموکراسی اعتقاد داره، کافر است، مرتد است، خارج از اسلام است. راحت. و خیلی از چیزهایی که در نظام دموکراسی وجود داره، مثلا در نظام اسلامی هر کس نمیتونه خودشو کاندید بکنه، در نظام دموکراسی هر کس میتونه خودشو کاندید بکنه. در نظام اسلامی کسی که واجد شرایط باشه میتونه خودشو کاندید بکنه برای امارت، برای ریاست، برای حکومت. حالا این نظام رو اسمشو جمهوری میخوای بگذاری، اسمشو امارت میخوای بگذاری، اسمشو خلافت میخوای بگذاری، اسمشو پادشاهی میخوای بگذاری، این اسمها گفتم مهم نیست. مهم این است که ویژگی های این حکومت چی باشد. اما در نظام دموکراسی هر کس میتونه خودشو کاندید بکنه. امام حرم هم میتونه خودشو کاندید بکنه و رقاص هم میتونه خودشو کاندید بکنه، شرابخور هم میتونه کاندید بکنه، زناکار هم میتونه کاندید بکنه. هر کدومش هم که رأی اکثریت آورد حکومت درست میکنه. در نظام اسلامی این نیست. یک جامعه اکثریتش بخوان که مثلا انسان فاسق فاجر زندیق رو بیان رئیس بکنن، بعد بگن که بله این حکومت اسلامی است. نیست. مشکل در این است که الان اینها، ببینید مشکل این مردم چی است. ما میگیم نظام دموکراسی یک نظام اسلامی نیست، اما کسانی که در نظام دموکراسی هستن حتما کافر نیستن. اینا میگن نه، کسانی که در نظام دموکراسی هستن کافرن، کسانی که در رأس این نظام هستن کافرن، کسانی که در این حکومت کار میکنن کافرن، کسانی که به این حکومت رأی دادن کافرن، کسانی که در سایه این حکومت زندگی میکنن و رأی هم ندادن اما ساکت نشستن، اینها هم کافرن. پس همه جامعه رو چی کردن؟ کافر کردن. این اعتقاد این جماعت است. همینطور سلسله تسلسل ادامه داره. و شما ببینید که بر اساس یک جهل و حماقت و بیسوادی میاد کسی رو میگه که آقا این کافر است، مرتد است، خارج از اسلام است، نظام دموکراسی رو تایید کرده. خب خبیث، بدبخت، در کجا تو رفتی تحقیق کردی، مطالعه کردی؟ و ببینید مشکل دیگرش هست. مثلا محمد انصاری، من خودمو مثال میارم به خاطر اینکه اینها حالا این صحبتاش در مورد من است، وگرنه اینا همه رو تکفیر میکنه. اینجا تلویزیون هست، برنامه هست، شماره تماس هست،
تو یک روز زنگ زدی پرسیدی آی محمد انصاری کافر مشرک ملحد مرتد، من میخواهم در مورد تو این احکام را صادر بکنم، برای اتمام حجت به تو زنگ زدم. حداقل این حق است، قرآن اینو گفته، سنت اینو گفته، خدا پیغمبر اینو گفته، یک اتمام حجت بکنید. نه، بدون دلیل همینطور